امباپه در منطقه 19 پاریس به دنیا آمد و در بوندی واقع در شمال شرق حومه همان شهر بزرگ شد. پدرش ویلفرد امباپه مربی فوتبال و مدیر برنامه اهل کامرون است و مادرش فایزه بازیکن هندبال پیشین اهل جزایر است. برادر کوچکتر وی اتان امباپه در تیم جوانان PSG بازی می کند. برادر خانده او ژیرس نیز بازیکن فوتبال است. امباپه فوتبالش را از آس بوندی با مربیگری پدرش آغاز کرد. وی سپس به آکادمی کلیر فونتین نقل مکان کرد. عملکرد چشمگیر او در آنجا منجر به جلب توجه باشگاه‌های فرانسوی متعدد، رئال مادرید، چلسی، لیورپول، منچستر سیتی و بایر مونیخ شد. در سن 11 سالگی رئال مادرید از او دعوت کرد تا با تیم زیر 12 سال خود تمرین کند و از امکانات باشگاه بازدید کند. وی در سن 14 سالگی پس از دعوت شدن از طرف چلسی به لندن سفر کرد و برای تیم جوانان این باشگاه در برابر چارلتون اتلتیک بازی کرد. او فوتبال حرفه‌ای را در سال 2015 وقتی که تنها 16 سال داشت از باشگاه موناکو در لیگ 1 فرانسه شروع کرد و در حالی که فصل 2016 در ترکیب اصلی قرار می گرفت با این تیم به قهرمانی در لیگ فرانسه رسید. او در این فصل جوایز بهترین بازیکن جوان لیگ 1 فرانسه و پسر طلایی را دریافت کرد. استعداد و درخشش امباپه مورد توجه پاریس سن ژرمن قرار گرفت. این باشگاه ابتدا او را در فصل 2017 به صورت قرضی در اختیار گرفت و سپس با پیشنهاد 180 میلیون یورویی امباپه را جذب کرد. او در 19 سالگی یکی از نامزدان دریافت جایزه توپ طلای اروپا در فصل 2017 شد و در مراسم اهدای توپ طلا جایزه کوپا را به عنوان بهترین بازیکن زیر 21 سال جهان به دست آورد. او در فصل 2018 ضمن آقای گل در لیگ 1 فرانسه و دریافت کفش طلای بهترین گلزن برای اولین بار در لیگ 1 همزمان به عنوان بهترین بازیکن فصل و بهترین بازیکن جوان فصل هم انتخاب شد. امباپه با پاریس سن ژرمن قهرمانی 4 فصل لیگ 1، 3 جام حذفی فرانسه و 2 سوپر جام فرانسه را کسب کرد و در فصل 2019 برای اولین بار در تاریخ باشگاه به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسید و نایب قهرمان شد. او همچنین بهترین گلزن تاریخ باشگاه است و در رتبه سوم تعداد پاس گل تاریخ باشگاه قرار دارد. او از سال 2018 تا 2022 به مدت 3 سال پیاپی از نامزدهای کسب توپ طلای اروپا بوده است. در سطح ملی امباپه در سال 2017 به تیم ملی فرانسه دعوت شد و در جام جهانی 2018 روسیه به میدان رفت. او یکی از بازیکنان اثرگذار قهرمانی فرانسه در جام جهانی 2018 و در مرحله حذفی 1/8 نهایی مقابل آرژانتین 2 بار گلزنی کرد و موجب پیروزی 4-3 فرانسه شد. او همچنین در فینال جام نیز یکی از گل‌های فرانسه به کرواسی را به ثمر رساند تا بعد از پله دومین بازیکن نوجوان تاریخ باشد که در فینال جام جهانی فوتبال گلزنی کرده است. او به دلیل درخشش در این جام به عنوان بهترین بازیکن جوان جام جهانی و بعدتر هم به عنوان بازیکن سال فوتبال فرانسه برگزیده شد. فرانسه در جام جهانی 2022 قطر نیز به فینال رسید و امباپه نقش کلیدی در این امر داشت. اوج درخشش او نیز در همان بازی بود که برابر آرژانتین هتریک کرد و رکورددار بیشترین گل زده در تاریخ فینال‌های جام جهانی شد. او با 8 گل زده عنوان کفش طلای این جام را کسب کرد و همچنین با کسب توپ نقره‌ای دومین بازیکن برتر جام شناخته شد. در سال 2023 او در میان 100 فرد تاثیرگذار جهان توسط مجله تایم قرار گرفت و در فهرست فوربس از پردرآمدترین ورزشکاران جهان در رتبه 3 قرار داد. نظر شما راجع به کیلیان امباپه چیه؟